So, فکر می‌کنم مسابقه لایف هستیم؟ لایف هستیم. اوکی. سلام احترامات خدمت همه دوستان، همه افغانا، همه تاجیکان عزیز، همه فارسی زبانان عزیزی که ما را در کنسرت‌های صدرالدین همراهی خواهم کرد و امشب ما را لایف می‌بینن. امشب با جمع از دوستا تمام بند صدرالدین عزیز با صدرالدین جان عزیز با هم یک جا شدیم تا تمرینات داشته باشیم به کنسرت‌هایی که در هفته آینده بخیر 11 سپتامبر در استکهلم شروع میشه و منتظر هر یک شما عزیزان می باشیم که بتانیم اون چیزی که شما از ما انتظار داریم به شکل برنامه گذار که برتان بتانم اوریدا بکنم. من مطمئن هستم که شما از موسیقی صدرالدین همونطور که خودش یک انسان واقعا به شوریش گفته نمیشه قابل احترام است و موسیقیش قابل احترام است و خودش یک انسان واقعا پاینده و مهربان است و همه شما علاقمندان او را در استیج دوباره ببینید با موسیقی ها و با موسیقی های بسیار جدید و که دلپسند به همتان است. ما این دفعه کوشش کردیم که نیرو و استقلالیت کنسرت در حد داشته باشیم که بهترین سالونا رو برای شما گرفتیم در تمام شهرهای اروپا. ساوند لایت ما بهترین ساوند لایت است. پول خود شما باید شاهدش باشیم. از نگاه سکیوریتی که هر کدام شما بیاین و به یک فضای مطمئن با دوستایتان، با فامیلایتان، با دوستا یک جشن خوب بگذرانید. و درباره آهنگای صدرالدین جان من حرف ندارم، میمانم حرف بخور صدرالدین جان عزیز. درود خداوند با شما عزیزای دل. بالاخره بعد از چندین سالها ما هم یک لایف اومدیم ولی زمانه مجبور میکنه که در سوشال میدیا فعال باشی، لیکن افسوس که کمتر ما از همین چیز عقب موندیم و اینی که کوشش میکنیم همیشه که هر چیزی که لازم است با عزیزا اون چیزی که دلشون میخواد اونا همیشه پیشکش کنیم. دو ساعت همه منتظر لایف میبینن با خاطر چیز بسیار تکنیک پیشرفت کرده و خودت بر راحتی اونرایشان کانکت ساخته. میدونم زیاد چی نگم زیاد است. زیادتر شدیم گپ زیاد دارم. بسیار خوشبخت هستیم در کنار شکردیان عزیز و بسیار افتخار میکنم که با کمپانی بسیار معتبر استیج ایونت بالاخره همکاری ما شروع شد و اگر خدا شاهد است که 4 سال پیش بود پیش از اون کلی امی و بای اصل کرانتین شروع شد ما با هم مصلحت کرده بودیم که یک طوری فوق‌العاده دیگر از طورهای پیشتر فرق میکردگی با شکردیان راه اندازی کنیم و خدا را شکر که به این روزا رسیدیم و چقدر که شکردیان گفتن بسیار یک سالن‌های بر هوا و یعنی که میارزه که با این سالن‌ها بیاییم موسیقی اصیل موسیقی زنده گوش کنیم. اما امیدوار هستم که یک شما را در اون شب میبینم و آهنگ‌های جدید من برای شما میخوانم و آهنگ‌هایی که شما دوست داشتگی و انتظار شده که من برای شما اجرا کنم اونا را حتما اجرا میکنم. بازم تا همون لحظه که شما بگی که خلاص دیگه نخون انا بعد بس میکنم خون. من فکر می‌کنم اگه حرف بزنی شاید تمام تا صبح بخونید ببینید. بخون. تشنه دیداری عزیزا شدم به خاطر 6 سال پیش بود و یک خاطرات خوب دارم از اروپا از شهرهای زیبایش و از مردم نازنین که در کنسرت آمده بودن مخصوصا بسیارتر افغانای عزیزانی که ایرانی عزیزان بودن هموطنای خودم تاجیکان بودن و با در 6 سال زیادتر هم شدن و امیدوارم دوستان از ما قسمی که بار آخر از جان سایدی مسئله را گفته بودن که باید ما لیدیز نایت بگیریم و دقیقاً من این تصمیم خواستم که یک نوآوری بکنم قصدا بگویم برتان لیدیز نایت نگرفتم به خاطر که من خواستم برادرای ما را و تمام دوستا را به یک شکل فامیلی بین خود داشته باشیم که یک شب بسیار فراموش نشدنی با هم داشته باشیم در هر شهر که هست. کنسرت هالایی که ما گرفتیم باز براتون نمیگم، من تعریف نمیکنم که ما میخوایم که یک نیروی کنسرت بگیریم که بتانیم موسیقی صدرالدین، استیج صدرالدین و کاری که استیج ایونت میکنه به مردم نشان بدیم که ما حداقل چیزی که میگم اجرا میکنیم و مطمئن هستم که دوستای خیلی زیاد خواهد باشن. ما میخوایم در رابطه با کتاب بگویم براتون که کتاب شما میتونین از سایت stage-ticket.de یا .de کسایی که در آلمان زندگی میکنن شما در اونجا داخل شوین و از هر شهر که شما میگیرین فقط کلیک کنین و مستقیم در اون لینک که تیکت شما میگیرین
تیکتون دریافت بکنین. همونطور که آقای فرهاد دریا در کمپاین خود که برای زلزله‌گان هرات بود یادآوری کردن و با مشوره برای سردین عزیز و منیجمنتشان به این فیصله رسیدیم که از هر قطعه تیکتی که شما دوستان خرید میکنین 5 یوروش به هرات و به زلزله‌گان هرات بعد از ختم هر کنسرت به کمپاین آقای فرهاد دریا ما تحویل بکنیم که اونا باز مسئولیت دارن که در هرات و مصرف برسونن. و فکر میکنم یک کاری که اندک کمک بسیار کم شاید باشه، اما برای مردم هرات شاید بتونیم ما یک چی میگن قطره آب سر آتش ریختان نباشیم که قطره از بحر. اما ما او وظیفه دیانت انسانی خود ادا میکنیم. از سلیمان جان، فخر جان، جاوید جان، دوستایی که ما را در مسائل کمک میکنن، سپورت میکنن، از سلیمان جانشان، از فخر جان، از شبانه جان، از شبنم جان، ببخشید از شبنم جان، از جاوید جان، از همه دوستا تشکری میکنم. امیال نامای کلگی یاد من نیست که ایلا جان، مسیح جان، ببخشید من ببخشید که امیال فکر ما بسیار دیگه جای دیگه است که ما را سپورت کردن و همه دوستای دیگه. از کریمی انترتینمنت پیش از پیش من تشکری میکنم که برنامه ما را در استکهلم همکاری میکنن و پیش میبرن. ملودی ایونتس در شهر وین و کابل انترتینمنت، رامین جان عزیز در شهر زوریش که آمادگی تمام کنسرت ها را گرفتن و از دیدار عزیز در شهر هالند که آمادگی و آمان جان عزیز که دوستشان هستند. از هر یک شما تشکری میکنم و ناگفته نباید از آخر نمانم که تمام بند صدرالدین که یکایک شاید بر شما آشنا نباشین، همگی را نزدیک بخیر میبینیم. از هر یکشون تشکری میکنیم که امشب اینجا آمدن و تمرین ساختن و همگی را آماده ساختن که پرحرفی من زیاد نمیکنم. آهنگ بعدی اینا تمرین باید بکنن که آهنگای خوب در شبای کنسرت داشته باشید. بله، اما بسیار ناگانی ها و سورپرایزهایی که آماده ساختیم برای عزیزا، امیدوار هستم در شب برایشون هستن دل و با روی بولیده اجرا کنیم انشاءالله. و چی گفت مونده گفته؟ فقط من یک مسئله را می‌خواستم از آخر بگویم، چون دوستایی که بسیار تماس میگیرن تلفنی بعض سوالایی که دارن، اگر لطف کنن من یک خواهش کوچک دارم ازتون. شما شماره واتساپ استیج ایونت دارین، در روی هر بنر و هر پوستر هست. کسایی که زنگ میزنین و ما به دسترس نیستیم به خاطر تلفن زیاد میاد، متاسفانه بعض وقتا نمیتونن همزمان کمک بکنن. فقط شما با ما یک واتساپ وایس مسیج یا یک مسیج بفرستین، ما براتون حتما جواب میدم و کسایی که حضوری تیکت بگیرن و امکانات آنلاین ندارن همچنان ما اون مسئله رو حل میکنیم. همگی روتون دوست دارم، منتظر هر یک تون هستیم با سرمایه عزیز در شهرهای ما امید داریم.